حبیب خدا را از روز دوشنبه پرسیدند ای حبیب خدا آیا روز دوشنبه چرا روزه گیریم؟ حضرت گفتند این روز تولد من است. روز دوشنبه روز تولد من است. روز دوشنبه روزی هست که من پیغمبر شدم. روز دوشنبه روزی هست که حضرت جبرائیل برای من وحی آورد. و حبیب خدا گفتند روز دوشنبه و پنجشنبه دیگر حکمتش این است که همه عملهای نیک و بد شما پیشنهاد پروردگار می شود. آیا قبول می شود یا رد می شود این الله می داند. حبیب خدا گفتند دوست می دارم که زمانی که عملهای من پیشنهاد پروردگار شود در روز دوشنبه و پنجشنبه و من روزدار باشم. یعنی روزی که روزدار باشم و عملهام پیشنهاد پروردگار باشد این را من گفت دوست می دارم. از این خاطر بهترین روزه روز دوشنبه و پنجشنبه کدام شما می خواهید؟